99% ایرانی‌ها نمیدونن. اگه فقط 21 روز تخم شنبلیله بخورید چه اتفاقی برای بدنتون میفته؟ لایک یادتون نره، حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. توی هفته اول دردهای شدید مفصلی و خشکی مفصلیتون از بین میره. اگه میشینین یا بلند میشین مفاصلتون خرد خرد یا تق تق صدا میده، بهتون پیشنهاد میکنم تخم شنبلیله استفاده کنید. توی هفته دوم چربی خون بالا و کلسترول بد خونتون رو کنترل میکنه. توی هفته سوم مشکلات قلبی و عروقیتون رو از بین میبره. اگه گرفتگی عروق دارید، از آنژیو کردن میترسید، پیشنهاد میکنم حتما از تخم شنبلیله استفاده کنید. بعضی از افراد از ترکیب سیر لیمو نمیتونن استفاده کنن، چون هم افت فشار براشون میاره، هم از بوی بد سیر بدشون میاد. پیشنهاد میکنم که حتما از تخم شنبلیله استفاده کنید. یه روش خاص مصرف داره و زمان خاص مصرف خودش هم داره که من به صورت کاملا رایگان داخل دایرکت براتون میفرستم. فقط حتما باید پیج و فالو داشته باشید و کلمه راهنمایی رو کامنت کنید. این ویدیو رو برای همه دوستانتون بفرستید تا اونا هم امتحان کنن.